در بدایت نیت کردن به عبادت حج الله تعالی میگوید و اتموا الحج والعمرة لله. شما عبادت حج و عبادت عمره را فقط برای دریافت رضایت الله سبحانه و تعالی لله، برای الله شریک نبرید با الله تعالی. برای رازگی مثلا یگان گذشتگان، برای رازگی قبر، برای رازگی سنگ، یا برای رازگی درخت، یا برای رازگی مردم که مردم احترام میکنند حاجی گویند گفته برای مردم شده حج نکنید. خدا در سوره بقره میگه و اتموا الحج والعمرة لله. شما حج و عمره را لله، فقط برای خالصا لله. این دعوت به توحید است، دعوت به یگانه پرستی است که همراهی الله تعالی در عبادت خود کسی را شریک نمی‌دارد. زیرا پیامبر خدا گفتند که الله سبحانه و تعالی میگوید انا اغنی الشرکاء عن الشرک، من بی حاجت‌ترین شریک هستم. یعنی وقتی که این دو نفر اگر یک تجارت شریکی داشته باشند حرکت میکند شریک خود را دهد، فایده زیادتر برای خود گیرد. اما الله تعالی میگوید من بهترین شریک‌ها هستم. کسی که یک عبادت کند و برای من دیگر کس را شریک بیارد، من همین آن را برای شریک نام میدهم. اینجا فایز و اینجا فایز یا 90 فایز بتونه 10 فایز بتونه، بلکه همش رو برای شریک نام میدهم تا اینکه عبادت خالص برای الله سبحانه و تعالی نشود. دوم، وقتی که بنده لبیک اللهم لبیک به تلبیه شروع میکند، تلبیه سرتاپا دعوت به یگانه پرستی هست و دعوت از دور بودن از شریک آوردن است. لبیک اللهم لبیک. پروردگار ما فقط به فرمان تو لبیک میگوییم، به فرمان دیگر کس لبیک نمیگوییم. لبیک لا شریک لک لبیک. پروردگار تو شریک نداری، ما فقط برای تو لبیک میگوییم. تو دیگه اگر شریک نداری تو مای لبیک میگوییم. ان الحمد والنعمت لك والملك. حمد از آن تو، نعمت از آن تو، ملک از آن تو. زمین و آسمان خدا آفریدی، ما را خدا آفریدی. حمد و ستایش هم سزاوار خودت است، عبادت هم سزاوار خودت است، لبیک هم سزاوار تو است. یگانه ذاتی که به تمام سخنهایش لبیک گفته میشود تو هستی. لا شریک لک، تو شریک نداری. گفته شخص حاجی بردوام این عبادت را، این ذکر را تکرار کنید. وقتی که به طواف خانه خدا شروع میکند میبینند که در اطراف خانه کعبه مردمان زیاد با زبانهای گوناگون، با حاجتهای گوناگون یگانه الله سبحانه و تعالی را دعا میکنند. از او خواهش و طلب و درخواست خود را میپرسند. زبانهای مختلف، زبانهای گوناگون، حاجتهای گوناگون به سوی یگانه پروردگار عالم. میبینید که در اطراف کعبه نه بت هست، نه صنم هست، نه آتش هست، فقط توجهی بنده به سوی پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی است. بنابراین این را عبادت حج عمره برای ما تعلیم میدهد که علی خصوص روز عرفه که پگاه انشاءالله روز دعا هست، بهترین روزها هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند یگان روزی نیست که در آن روز الله سبحانه و تعالی مردم را از آتش دوزخ آزاد کند مثل روز عرفه. هر روز الله تعالی بعض بندگان را از آتش دوزخ آزاد میکند. یگان عمل میکند بنده به پروردگار معقول میآید، پسند میآید و میگوید فلان بنده من به سبب فلان عبادتش از آتش دوزخ نجات می‌یابد، یعنی نامش برو بتون آتش هیچگاه دوزخ نمی‌دارد. هر روز هست خلقان خیلی که یک زن در روایات و یک مرد در دیگر روایات وقتی که در راه میرفت سگی را دید که در نزدیکی مثلا یک چاه نعمی خاک را می‌ریزید، از تشنگی نعمی خاک را می‌ریزید. گفت که این سگ خیلی تشنه مانده است، فرآمده به مستی خود آب پر کرده برآورده داد. همین عمل به پروردگار عالم معقول آمد. فشکر الله له، خداوند برای او شکر گفت و از آتش دوزخ نجات داد.
همین گونه چه خیلی که پیغمبر خدا یک در دیگر حدیث گفتن یک مرد در کوچه راه میگشت که آگاه در راه خاری را دید گفت که والله لنحینه عن طریق المؤمنین و یؤذیهم قسم به نام الله تعالی کمی خار از راه مسلمانان دور میکند تا اینکه به مسلمانان ضرر نرسد اذیت ندهد گفته پیغمبر خدا فرمود که فنحنها به سبب همین کارش از آتش دوزخ دور کرده شد خار وقتی که از راه مسلمانان با نیت نیک دور کرد خداوند او را از آتش دوزخ دور کرد همین گونه هر روز هست بندگان خدا که خداوند آنها را از آتش دوزخ نجات می‌دهد 10 نفر 5 نفر 1 نفر 1000 نفر هست لیکن یکم روز نیست که مثل روز عرفه الله سبحانه و تعالی بندگانش را از آتش دوزخ نجات می‌نویسد که فلانی دیگر آتش دوزخ نمی‌بیند بنابراین روز مبارک است پیغمبر خدا چه گفتند خیر دعای یوم عرفه در داخل 360 روز موافق سالشماری افتابی در داخل 354 روز موافق سالشماری مهتابی روز بهترین روز عرفه است و خیر دعای یوم عرفه بهترین دعای روز عرفه است و خیر ما قلت انا و النبیون من قبلی بهترین دعایی که من و پیغمبران ما تقدم از من پیغمبر دعا کردند چنین است لا اله الا الله وحده لا شریک له غیر الله سبحانه و تعالی دیگر خدای برحق نیست وحده الله تعالی یگانه است شریکی ندارد یحیی و یمیت زنده میکند و میمیراند زنده کننده تمام مخلوقات یحیی موتى خداوند مرده ها را زنده میکند و میمیراند با شما را باز یک یحیی و یمیت زنده کننده است و میراننده است و هو علی کل شیء قدیر الله تعالی به همه کار قادر است همین دعا بهترین دعا است دعایی که من در پیشین پیغمبرها این دعا را کرده که هستم ببینید که بهترین دعای روز عرفه است با وجود همین بهترین دعایی که پیغمبر خدا کردن فقط یگانگی پروردگار را در این دعا ذکر کردن طلب ندارد اگر ظاهرش اگر جای طلب و درخواست ندارد فقط گفته ایستادیم که غیر الله تعالی دیگر خدای برحق نیست او شریکی ندارد زنده کننده هست میراننده هست الله تعالی به همه کار قادر است انا همین به قول بعض علما الله تعالی به همه کار قادر است یعنی تمام حاجت شما را میداند شما در زمین قلب چی دعاها دارید چی نیتها دارید چی طلب و درخواستها دارید الله سبحانه و تعالی میداند و قادر است که آن را پروردگار عالم دعاهای شما را قبول کند و حاجتهای شما را روا بگرداند بنابراین این دعا نیز ما را خاطر رسان میکند که مقصد از عبادت حج این یگانه پرستی است وقتی که پیغمبر خدا حجر الاسود را سنگ سیاهی که از جنت آمدگی هست این اصلا سنگ سفید بود به سبب گناه بندگان سیاه شدگی هست این سنگ را جناب رسول الله بوسه میکرد حجر الاسود را بوسه میکرد بعد از اینکه پیغمبر خدا از دنیا گذشتند در زمان خلافتی حضرت عمر آمدند در گرد کعبه طواف میکردند و سنگ را بوسه کردند وقتی که سنگ را بوسه کردند حاجب‌های بود که پیغمبر خدا را ندیده بودند چون زمان عمر بود شخصیت‌های بودند که پیغمبر را ندیدند همراهی پیغمبر حج نکردند حضرت عمر وقتی سنگ را بوسه کردند گفتند که والله یا حجر انی اعلم انک حجر قسم به نام الله تعالی سنگ من میدانم که تو سنگ هستی لا تنفع ولا تضر نه فایده رسانده میتوانی نه ضرر رسانده میتوانی برای من ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته اگر پیغمبر خدا را نمیدیدم که تو را بوسه میکردن بوسه نمیکردم یعنی سبب بوسه کردن من
برای این نه که سهم فایده رسانیده میتونی یا ضرر رسانیده میتونی، برای این نه، برای آن که پیغمبر خدا را دیدم که تو را بزرگ میکردن، همچون ابتدا با پیغمبر، چون ما امتی پیغمبر هستیم، پیروی پیغمبر هستیم، هر کاری که پیغمبر خدا کردن ما باید آن را بکنیم، از همین سبب تو را بزرگ میکنم و سنگ خطاب کردن تا اینکه با دیگر شخص ها گمان نکنند که مسلم را عبادت کرده ایستاده. زیرا خداوند عز و جل میگوید مثل الذین اتخذوا من دون الله اندادا کمثل العنکبوت، مثال آنهایی که غیر الله تعالی دیگر خداها را عبادت میکنند، دیگر خداها را پرستش میکنند، مانند کارتانه کسب میکنند. یک سوره کامل را الله تعالی در قرآن کریم به نام عنکبوت به نام کارتانه، در این سوره خداوند ضرب المثل زده است. خداوند میگوید که مثال آن انسان‌هایی که الله تعالی را عبادت نکرده، بود، صنم، هیکل یا حیوان یا آفتاب یا ماهتاب یا آتش را عبادت میکنند، مثال آنها مثل خانه کارتانک است. و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، از همه در این دنیا بی‌قوت‌ترین خانه کارتانک است. از همه بی‌قوت‌ترین خانه که با پوست بیان میشه، خانه کارتانک. و خانه کارتانک وظیفه خانگی را اجرا نمی‌کند. مثلا همین خیمه‌ای که ما داریم ما را از گرمی نگاه داشته ایستاده است، از نظر مردم نگاه داشته ایستاده است، یک پناهگاه است، از شمال نگاه داشته ایستاده است، لیکن خانه کارتانک وظیفه خانگی را اجرا نمی‌کند. نه از نظر مردم دور نگاه دارد، نه از خنکی نگاه دارد، نه از گرمی نگاه دارد، نه از برف و باران، نه از شمال نگاه نمی‌کند. به سبب آمدن یک باد اندکی به خانه‌اش دیگه برباد میشه. کمی باران بیاد به خانه‌اش برباد میشه. انسان‌ها بیرون دیگه نمی‌پردازند. خانه‌اش ویران میشه. وظیفه خانگی اجرا نمی‌کنند. همین گونه کسی که غیر الله سبحانه و تعالی دیگر معبود را عبادت می‌کند، وی معبودها وی خداها وظیفه خداگیری اجرا کردن نمی‌تواند. از شما نه فایده را برای شما آورده می‌تواند، نه ضرر را دور کردن می‌تواند. چنانه که حضرت ابراهیم که حج، عبادت حج میراث از آن حضرت هست، در یک زمانه زندگی کردند که همه مردم بت پرست بودند. یک خودشان جوان خردسال یگانه الله تعالی را عبادت می‌کردند. روز وقتی که آنها مشرک‌ها عید داشتند، برای عید به بیرون دینه برآمدند. وقتی که آمدند، حضرت ابراهیم در حالت نبودن آنها همه خداهای آنها را با تبر بیان کردند. خداهای آنها بت‌های زیاد بود، همه‌اش شکستند، همه آن را پاره پاره کردند. ثانی یک بزرگترین آن بت‌ها، کلانترین آنها دست نرسانیدند، بلکه تبر را به دست همه قپانیده بودند. تبر را به دست همه بودند. وقتی که بیگاه اومدن که خداهاشون دیگه مرد است، خداهاشون پاره پاره شده است، گفتن اینه کی کرده است؟ به خداهای ما گفتند یک جوانی است ابراهیم، همون خداهای ما را حمایت میکرد، شاید همون کردگی هست. چون از دهنه برآمده بود، یک خداش باقی مانده بود، بنابراین رحمت بیان کردگی است. گفته آمده وقتی که حضرت ابراهیم پرسیدند، حضرت ابراهیم گفتند که بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. بلکه کلاماشون کرد. یک بوتی از همه کلامترین از دست نرسانیده بودند. گفته همین اینهای رشکش آمد، بخیلی و حسدش آمد، غیر من دیگه اینها عبادت کردن نشود، اینهای به طرف رسانید. فاسألوهم ان كانوا ينطقون. شما خداهای خداش را پرسیدید اگر به افزوده می‌پرسیده باشند. سخن کرده میتونید خدا تو رو پرسیدن، خدا خدایی که عبادت میکنید. در این حالت همه یک مراتبه عقلهاشون به جاشون اومد. گفتن واقعا جناب راست میگوید. این خدا خودش دفاع کرده نتوانسته است، منای اصل خودش دور کرده نتوانسته است. چگونه اصل رو دور میکنن؟ از دست خودش حمایت کردن خودش نمی آید. از کجا ما را از بالای آفات نگاه می‌دارد؟
به خدا شما آمدن باز گفتن که یک این پدر و باباها کرده آمدگی کارهای این جوان این کار کرده ایستاده است. گفته از سخن ابراهیم علیه السلام بازگشته حضرت ابراهیم حرقوه و آتش برپاییدون سوزتون گفته همین خلاصه آورده. بنابراین خداوند غیر الله سبحانه و تعالی برای قوم شما یگان ضرر نمی‌رساند، یگان فایده رسانیده نمی‌تواند. بنابراین پروردگار عالم ذاتی است که همیشه شنوا است، همیشه بینا است، همیشه از احوال بنده‌اش باخبر است. به خلاف دیگر خداها که اینها نمی‌بینند، نمی‌شنوند، از دستشان یگان فایده نمی‌آید، یگان ضرر دور کردن نمی‌تواند. وقتی که پیامبر خدا در یکی از جنگ‌ها یک زنی را دیدند که کودک خود را در بین مرده‌ها می‌کافت، کودک شیرخوار خود را از بین مرده‌ها جستجو می‌کرد، ناگاه هر یک کودک را می‌برداشت، می‌دید که کودکی بین زمین پرتاب با دیگر کودک می‌برداشت، ناگاه کودک خودش را زنده دریافت کرد. کودکش را وقتی که یافت از خرسندی گریه می‌کرد، کودکش را بوسه میکرد، با آغوشش میگرفت، بوسه میکرد، گریه میکرد، با آغوشش میگرفت. پیامبر خدا به صحابگان کرام گفتند که اترون هذه طارقة ولدها فی النار. ای مردم آیا گمان میکنید که همین زن همین کودکش را به آتش میپرتاید؟ آتش علمی کلامی بود، بعد جنگ بود. آیا گمان میکنید که همین زن کودک خودش را به آتش میپرتاید؟ صحابه گفتند که هرگز نمیپرتاید. جگربندش است، از خودش دیده برای خودش عزیز است، فرزندش نمیپرتاید به آتش. پیامبر خدا گفتند که والله لله افرح لله، قسم به نام الله سبحانه و تعالی که والله لله ارحم بعباده من هذه بولده. قسم به نام الله تعالی به بندگانش مهربان‌تر است نسبت این مادر به کودکش. همین کودکش زنک به کودکش چه خیلی محبت دارد، چه خیلی مهربانی دارد. قسم به نام الله تعالی که الله تعالی بندگانش از این زنک هم به کودکش دیده مهربان‌تر است. از پدر و مادران دیده برای مهربانی ذاتی الله سبحانه و تعالی. در کجایی که نباشید، خواه بعد حیات پدر و مادر ما، خواه در حالت غریبی، در حالت دوری از پدر و مادر، در حالتی که یگان یار و دوست نداریم، الله سبحانه و تعالی ما را میشنود. برای ما و انتم من کل ما سألتموه، از تمام نعمت‌ها برای شما دادم میگوید خدا. واقعا یک مراتب همه به اگر حیات خودش نظر ندهد چقدر الله تعالی به مراد و مقاصد نیکش رسانید. الله سبحانه و تعالی یکی از نعمت‌های بزرگش ایمان داد. دیگر به این عبادت حج که عبادت بزرگ است برای این نصیب روزی گرداند که پیشین بابای و اجداد گذشتگان ما در زمانهای شوروی این جواهرات را فقط در خوابشان آرزو می‌کردند، فقط در آرزوهاشون ماند. دیگر همین گونه گذشته رفتن. الله سبحانه و تعالی ما را به اینجاها رسانید. این هم از جمله نعمت‌های پروردگار است. بنابراین عیب است که شخص حاجی بعد تمام حج و انتهای حج به سوی غیر پروردگار عالم و دیگر خداها را یارد. زیرا بسیار شخصیت‌هایی هستند که قبر عبادت می‌کنند یا آتش عبادت می‌کنند یا بعضی چیزها را اعتقاد می‌کنند که اینها غضب خدا را می‌رواند یا که اینها چشم مردم را می‌رواند، مثل به آنها اعتقاد دارند. برای شخص حاجی بعد انتهای حج که حج سرکارها دعوت به یگانه پرستی می‌کند، ای حاجی خدای یگانه را الله تعالی را عبادت کن، با الله تعالی کسی را شریک نآورد. بعد حج بعد اینکه لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک میگوید، رفته باز غیر الله تعالی را اگر عبادت کند این خیلی گناه عظیم است، گناه بزرگ است. چون که خدا میگوید که این الله لا یغفر ان یشرک به. الله تعالی همه گناه‌ها را اگر برای کسی خواهد میبخشد غیر شریک آوردن، کسی به الله تعالی چیزی را برابر کند، چیزی را شریک آورد، او را الله تعالی نمیبخشد. نشود که با شما از جمله این گونه شخص‌ها شویم. حضرت ابراهیم علیه السلام
که این عبادت حج میراث از اون حضرت مونده است. یک مراتب به دعاشون نظر نمیگیرد. چی گفته دعا کردن وقتی که خانه کعبه بنا شد؟ مکه را دعا کردن که به شهر مکه امنیت و آرامی را ده. ثانی گفتن که به جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، من و فرزندان مرا پروردگار را نگاه دار با بت عبادت نکنیم در این دنیا. پیغمبر خدا بودا با وجود همین دعا کردن که پروردگار را من و فرزندان را نگاه دار که با بت پرست نشویم. امروز بسیار هم ملتان و دین نصرانی را قبول کرده ایستادند، میگویند عیسی پسر خدا هست، یا مثلا بعضی اعتقاد و رویه‌های نادرست را قبول میکنند، بعضی انسان‌ها را فرزند خدا یا خدا گفته اعتقاد میکنند. البته ابراهیم علیه السلام با وجود پیغمبریشان اون رزق روزی طلب نکردند، خانه در طلب نکردند. گفتند که من که فرزندان در این دنیا از بت پرستی و صنم پرستی نگاه دار که از این دنیای فانی یگانه پرست وفات کنیم خود دعا کردم. شاید ما و شما گویا برای نفس خود کفالت داشته باشیم، یگان مراتب این گونه دعا نکرده باشیم که منم پروردگار نگاه دار در این دنیا عبادت نکنم، خود دعا نکردگی باشیم. شاید دعای پیغمبر میگه که خدا در قرآن تعریف کرده ذکر میکنه. چون این دعا کرده حضرت ابراهیم به انسان‌ها دعا میکردن که مرا از شرک و از شریک آوردن در پناه و عصمت از نگاه دار. الله سبحانه و تعالی هر یک ما شما جمله واجبان تمام مسلمان‌ها را از شریک آوردن در پناه و عصمتش نگاه دارد. حج هر یک ما شما را حج مبرور و سعی مشکور و گناه‌های ما شما را مغفور و دعاهای ما را مقبول و دعوت اجابتی در راه حج بگرداند. دعاهای ما را در حق خودمان، در حق گذشتگانمان، در حق اهل عایله یا نزدیکان و هموطنان و وطنمان الله تعالی و در جای میاد شدمان مقبول گرداند. و صلی الله وسلم علی محمد.